بسیار متشکرم، خیلی ممنون. روحش شاد باشه. خواننده ارزشمند کشورمون، زنده یاد فرهاد. فرهاد رو قطعا دیگه همه میشناسید، درسته؟ فرهاد، باور بفرمایید عزیزان، باور بفرمایید در زندگیم تا حالا این همه آدم بیحال و یه جا ندیده بودم. آخه این که من میگم خیلی معروفه، چطور شما اظهار بی اطلاعی میکنید؟ مگه همین هفته قبل نبود که بارون میبارید آدم ناخودآگاه یاد آهنگ گنجشکک اشی مشی میافتاد از این خواننده که چقدر زیبا اجرا کرد. گنجشکک اشی مشی لب بوم ما مشی بارون میاد خیس میشی برف میاد گل میشی میفتی تو حوزه نقاشی. به یاد فرهاد عزیز. تشکر میکنم از مجری بسیار خوبمون، مجری توانمند دوست داشتنی جناب آقای حسین رفیعی معروف به حسین سالوادور که خنده نداره. خبر ندارید قبلا حسین جمونگ بود، افسانه جمونگ پخش میشد، اون قسمتش که سوسانو یهو بیوه شد حسین سریع به من زنگ زد، خوشحال گفت من خودم نوکریشو میکنم. گفتم حسین خجالت بکش، اون زن تو زن و بچه داری، اون بچه داره خودش، حیا کن. من عاقبت کار رو میدونستم که بهش اینجوری گفتم. یه آقایی 2 تا بچه داشت، با یه خانم ازدواج کرد، اون خودش 2 تا بچه داشت، خودشونم 3 تا بچه آوردن. بعد یه مدت آقا اداره بود، یه روز خانم زنگ زد بهش گفت عزیزم خودتو برسون خونه، بچه‌های تو و بچه‌های من بچه‌های ما رو کشتن. ته ماجران من میدونستم. وقتی بهش گفتم خجالت بکش، اونم واسه من قاطی کرد، عصبانی شد، گفت ساکت شو. نه خواهرم شما صحبت رو بکن با بغل دستی. اون به من گفت ساکت شو، تو از عشق چی نمیفهمی. گفتم خب بهم بگو. گفت عشق یعنی 3 ثانیه نگاه، 3 دقیقه خنده، 3 ساعت صحبت، 3 روز آشنایی، صبر دوستی، 3 ماه وفاداری، 3 سال انتظار، 30 سال پشیمونی. سب کن ببینم، خیلی جالب شد. از این دست و از این خندتون پیداست همه زخم خورده ی عشقی. عاشق نشدیم کار نیکی بکنیم، یا این که گناه شیک و پیکی بکنیم. عاشق شده ایم تا بدانند همه، ما هم بلدیم جیک جیکی بکنیم. یک نفر مست پیش می آید، کوزه در دست پیش می آید. عاشقی جرم نیست مردم، اتفاق است پیش می آید. به افتخار اون عزیزانی که قلبهاشون به وسعت دریاست، همیشه عاشق به عشق وطن بی‌تپه، خدمتی صادقانه به این میهن عزیز میکنه. مثل شما یه دست عاشقانه تو همون انتهای سالن بنوازید با این موسیقی شاد.